رایج‌ترین استروئید دوران رژیم چقدر برای کات کردن و چربی سوزی مناسبه؟ تستوسترون پرپیونات از قدیمی‌ترین انواع استروئیدهاست که توی سال 1935 از برقراری پیوند استری بین تستوسترون و اسید پرپیونیک توی آلمان تولید شد. تحریک آروماتوزی پایینی داره، آزادسازی سریع داره، محلول در روغن اما کوتاه زنجیره، افزایش دهنده فری تستوسترون و سطح HGH، بلاک کننده گلوکوکورتیکوئید هاست، پایداری در پیک سرومی بالایی داره و تحریک کننده آنتیبادی هاست. حالا اینا رو بذاریم کنار، بریم به زبون ساده بررسیش کنیم. پرپیونات نیمه عمرش 12 ساعته. کوتاه زنجیره، یعنی نیاز به تعداد تزریق‌های بیشتری داره. از همون هفته‌های اول تاثیراتش رو میتونیم ببینیم توی بدنتون. افزایش دهنده شدید میل جنسیه، توی کاهش درصد چربی تاثیرگذاره. افزایش دهنده سطح هورمون رشد توی بدن به صورت طبیعی. مناسب برای افراد چاق، دوران رژیم و حتی خانم هاست. اما یه نقطه ضعف خیلی بزرگ که داره، میزان آبسه و درد بعد از تزریقش